إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. دایات قبلی الله متعال مقام و منزلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد و کدام حالاتی که برای منافقین پیش شده بود الله متعال با کلمات خیلی زوردار ای را یاد کرد که ایمان تکمیل نمیشه. اشاره به 3 مرتبه ایمان و اسلام و احسان بود. حتی یحکمو که اشاره به سوی اسلام بود که تسلیم کنه خدا. با ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا اشاره به ایمان بود که باید در قلب باور داشته باشه اجنا و خدشه پیدا نشه. و یسلم تسلیما بیان احسان بود. یعنی 3 مرتبه اسلام هم در اینجا بیان کرده بود که انسان از یک مرحله به مرحله دیگه و از مرحله دیگه در مرحله دیگه که مؤمن کامل جور میشه او را ذکر کرد. مقام و منزلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و احادیثش برای ما واضح شد که بدون تسلیم شدن به فیصله پیغمبر و او را عملی کردن راه دیگری وجود نداره. اگر کسی این کارا را نمیکنه مؤمن شدن نمیتونه. در این آیات الله متعال سرزنش میکنه منافقین همیشه همین کارا را کرده. به نظر از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدر ارزش نداشته. از او خاطر اگر امر به جهاد میکنم یا بهانه جویی کرده خود خطا میدن و همچنان در فیصله های خود هم و فیصله را برای پیغمبر پیش نمی کردن. الله متعال در اینجا سرزنش از را بیان میکنه. و همچنان در این مورد مفسرین اختلاف داره که آیا اینمی خطاب برای منافقین است یا برای مسلمان است. راجح قولی است که اینجا خطاب برای منافقین است، به خاطر که منافقین سرزنش به این میکنه که اطاعت رسول کدام امر دشوار نیست. الله متعال هر حکمی را که برای بندی خود برش مکلف کرده انجام از او ادای از او آسان است. پس وقتی اینطور امر آسان موجود باشه که سبب سرفرازی و کامیابی انسان میشه، چرا انسان از او اطاعت نکنه و او را در درجه اجرا نگذاره و او را در سر نرسانه؟ اگرچه خطاب خود برای منافقین است، لیکن اصلی مقصد متوجه ساختن تمام مردمی است که عقیده و پیغمبری پیغمبر داره. چطور شده میتونه که ما به بسیار امر آسان که اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است کامیابی دنیا و آخرت کمایی کرده میتونیم، لیکن بازم نعوذ بالله ما امو اطاعت در سر نمیرسانیم. راهی که واقعا صحیح و سالم است از و انحراف و خطا او را بگذاریم و راه دیگری را اختیار بکنیم که حتما در او اشتباه باشه یا خطا شده باشه. از امو خاطر در این تنبیه و آگاهی خیلی بزرگ برای مسلمان است. حدیث پیامبر آمده می باشه او را آدم ترک بکنه، نظریات و آرای یکی از علمای دیگر را برای خود پیش کنه و از او دفاع بکنه. از حدیث پیامبر دفاع نکنه، از نظر و فکر یک کسی دیگر دفاع بکنه. الله متعال می فرماید که احکام که عبارت از اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود این خیلی آسان بود. ما خود کدام امر سخت شما را مجبور نکردیم. اگر شما مامور به امر سخت می بودی باز چه حالت رخ میداد؟ مثلا قتل نفس یا است که از خانه ها بیرون شدن، در این صورت باز شما چی میکرده؟ خیلی مردم کم می بود که نمی وظیفه را انجام میداد. اما الله متعال رحم و کرمش اضافه است، شما را مامور به امور شاقه و خیلی دشوار نساخته، مامور به اینطور امور ساخته که بالکل آسان است. اطاعت پیغمبر امر خیلی آسان و ساده است و برای سعادت و نیکبختی انسان است. الله می فرماید ولو ان كتبنا عليهم، اگر ما فرض میکردیم بالایشان ان اقتلوا انفسکم که قتل کنی نفسایتان، بکشی نفسایتان، او اخرجوا من دیارکم یا از خانه هایتان برای نه. قتل نفس خارج کردن روح از بدن است. بدن خانه روح است. همچنان از خانه بدن خانه های ما و شما است. الله متعال می فرماید اگر این دو امر می کردم که قتل کنی نفسایتان که عبارت از خارج کردن روح از کالبد و بدن است، یا شما را می گفتم که خودتان بیرون شوید از خانه هایتان که خانه ها منزل و مأوا برای بدن های شماست، جسم شماست، دیگه ما فعلوه این کار در سر نمی رساند، انجام نمی داد الا قلیل منهم
مگر بسیار کم مردم از یا. چرا؟ این امر خیلی دشوار است. اشاره میکنه که ملکیت از الله متعال است، مثل که روح ملک الله است، بدن شما ملک الله است. اگر الله فرمان بده که روحتان بده، بعد بده. ملکیت الله متعال است. اگر براتون میگه که در خانه‌تان زندگی نکنی، بعد نکنی. اما الله متعال شما را به امر دشوار مکلف نساخته. اطاعت پیغمبر خیلی امر آسان است. از او خاطر الله میگه ولو انهم فعلوا ما يعظون به، اگر این مردم منافق انجام میدادن آن چیزی را یعظون به که نصیحت داده میشوند به به او چیز. نصیحت او چیزی را میگه که در کدام کار ضرری تو را منع میکنه. از امو خاطر در شریعت که از کدام چیز ما منع شدیم در او چیز تا اگر انجام بدیم حتما ضرری ما در اوست. فایده ما در منع شدن که شریعت ما را منع کرده باید منع شویم. لکان خیر لهم، بهتر بود برشان، هم در دنیا هم در آخرت. هم کامیابی دنیا برات حاصل میشد، هم ثواب آخرت. در دنیا تعمیل میشد به حکم الله. چرا؟ به خاطر که الله پیغمبر خود روان کرده بود که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، پیش ما خواندیم الا لیطاع باذن الله. تعمیل حکم الله متعال سبب سرفرازی انسان است. هر کسی که حکم الله را میپذیره که او اطاعت کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این هدایت است، این سرفرازی دنیاست. و بعد از او که تو عمل دی امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنی، این خیریت و برکت آخرت هم است. از او خاطر به کلمه عام ذکر کرد لکان خیر لهم، این برشان خیلی بهتر بود. اگر نصیحت الله را کسی بپذیره بسیار امور فایده میکنه. در اینجا 4 امور الله متعال ذکر میکنه که 4 فایده برش حاصل است. پس 2 قسم ترغیب داد. یک قسم است که اطاعت پیغمبر امر دشوار و سخت نیست، آسان گپ است. در ظاهر اگر برای تو معلوم میشه که فیصله پیغمبر در حق منفعت شخصی من نیست، در این نظر نکو، تو خود به شریعت تسلیم بکو. عمل کردن به شریعت موجب برکات زیاد است. اگرچه در ظاهر تو باختی، مسلمی منافق اگر به پیش پیغمبر رفت و فیصله پیغمبر میپذیرفت و به این راضی میشد، اگرچه در ظاهر چادر یا هر چیزی که بود یهودی میبرد، اما ازی که به حکم پیغمبر تسلیم شده بود الله متعال عوض یزیر میداد، برکت برش میداد. لیکنو این منفعت شخصی را در نظر گرفت، امر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نظر نگرفت. از او خاطر موجب ازی شد که الله متعال گفت که ایمان تکمیل نمیشه. وقتی که آیات میخوانه آلی به خود ما و شما واضح میشه که ما مردم لحاظ امر پیغمبر میکنیم یا لحاظای دیگر. قومی خفه میشه، کاکا خفه میشه، ماما خفه میشه، تمام مرتکب بدعت ها میشیم صرف به خاطر ازی که بهانه ما یا عذر ما میسته که کاکا و ماما و فلانی یا قوم خفه میشه. الله متعال وقتی این قدر سرزنش و تهدید منافق میکنه که تو یک لحاظ امر شخصی تا کردی، امر پیغمبر نادیده گرفتی، در حالی که آسان بود. برای ما و شما امر پیغمبر آسان است، آسان نیست. بدعت ها را انجام نده، کمرشکن بدعت ها که هم از مال تو را خلاص میکنه، هم از کار و زندگی، هم به جای مالت مصرف شده، هم گناه را کمایی کرده ای. امر آسان انجام نمیدی صرف به خاطر ازی که لحاظ و ملاز دیگه کسا در اونجا مراعات میشه، یا از قوم یا از کاکا یا از ماما یا از زن یا از اولاد. ببینه امر سنت آسان است، هیچ نوع تکلیف و دشواری نداره. او امر بدعت سخت است، پولت مصرف میشه، وقتت ضایع میشه، او یک چیز در دستت نمیاد، او را انجام میدی، این را انجام نمیدی، خود مؤمن هم میگیری. قرآن کریم همی گپ میزنه. شما تصمیم بگیرید در یک معامله که براتون واضح میشه، خیلی شیطان وسوسه ها را در قلبتان میاره، یک عمل سنت شما عملی بکنه، در حالی که پیش از او آنقدر حراس داشته باشی که والا چطور میشه، مردم چی میگه، بگوید. شما عمل به سنت بکنی، باز بعد از اون میبینی که الله چی برکت میده و چی آسانی میده، که آدم تسلیم به حکم الله شوه و عمل به سنت رسول الله بکنه. اما مردم ما عمل به سنت رسول الله را قطعا در قصه شام نیست، سنت است. خلاص امر اعتراض مردم، ترس از مردم این خیلی اهمیت داره. امروز کل بدعت ها انجام داده میشه. ملا صاحب چرا دعا میکنه؟ از مردم میترسه. ملا صاحب چرا اسقاط میکنه؟ از مردم میترسه. ملا صاحب چرا در ختما میره؟ از مردم میترسه. سنت رسول الله را ترک میکنه، از مردم میترسه. اما اگر همی سنت رسول الله را عملی کرد بسیار آسان است، او الله برش عزت میده. خونی این مردم این حالت داره. منافق یک مرتبه فقط به فیصله پیغمبر قناعت و اکتفا نکرده،
فیصله را دوباره در پیش عمر رضی الله عنه میبره. الله متعال چقدر کلمات تهدیدآمیز ذکر کرد که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به او ذاتی که پروردگار توست مؤمن شده نمیتونه. ما که هزارها معامله را از سنت رسول الله را ترک کرده رفتیم طرف بدعت عملی که خود میفهمیم که بدعت است، آیا ما چطور شده میتونه؟ ایمان ما تکمیل است؟ عمل به سنت رسول الله خیلی سخت است؟ آسان است، فایده ها داره. لکان خیر اللهم بود برشان بهترم در دنیا هم در آخرت. در دنیا سبب آسانیشان عمل به حکم الله میشه، الله راضی میشه، و در آخرت موجب ثواب است. از امو خاطر است که حکم الله وقتی عمل کرده میشه خود به خود در قلب انسان روشنی پیدا میشه. عمل به سنت بکنی قدرت الله در قلبتون روشنی پیدا میشه. عقیده توحید الله را بگیری خود به خود قلب روشن میشه، ولو که تو یک روزم درس مدرسه نخوانده ای الله یک روشنی را پیدا میکنه. این طور دلایل در برات پیش شوه که هیچ پرسان نکو، یک عوامی طور دلایل میگه که هیچ پرسان نکو. و شد تثبیتا خیلی سخت است از روی ثبات. عمل به سنت رسول الله که بکنی قلبت مطمئن است، محکم، اگر نکنی مضطرب و پریشان. و اذا لاتینهم، الله میگه دری وقتی عمل به سنت رسول الله میشه، تعمیل حکم میشه، لاتینهم ما میدیم بری از یا من لدن از طرف خود اجرا عظیما، اجر بزرگه. چقدر بزرگ؟ الله خودش میدونه که چقدر بزرگ میباشه. عمل به سنت رسول الله موجب اجر عظیم است، واقعا الله میده. سه مسئله، ولهدینهم صراطا مستقیما، بهترین نعمت ما هدایت میکنم یاره، راهنمایی میکنم یاره، صراط مستقیما برای بالکل راست. کدام راه؟ امو راهی که موجب رحمت الله است که پشت سر بیان میشه که او راه منعم علیهم است. طایفه هایی که الله سرش انعام کرده در او را ما راهنمایی میکنم. بزرگترین نعمت در دنیا برای انسان است که انسان در راه درست راهنمایی شود. و مهمترین حاجت یا ضرورت ما و شما در عمر خود پیدا کردن راه مستقیم است که در هر رکعت نماز خود همیشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم. الله بر ما راه درست نشان بده. سوره فاتحه حیثیت دعا را داره. کل عمر ما و شما امی سوال داریم که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. یک چیز دیگری را در اینجا سوال نشده. الله متعال بر ما ایرا نشان میده که صراط مستقیم پیدا کردن اهمیت بسزای داره. چرا؟ روان شدن به صراط مستقیم این شامل تمام کمالات است، هم در دنیا هم در آخرت. به کسی که نصیب شود باز دیگه همه موضوعات دیگه خود به خود پوره شده نیست. معلوم میشه که صراط مستقیم امر ضروری برای هر بنده است در دنیا که در راه مستقیم روان شوی. و من یطع الله و الرسول، صراط مستقیم نصیب کدام مردم است؟ الله متعال بیان میکنه شرطایش، مورد رحمت الله و نعمت الله کدام طایفه قرار میگیره. از یک طرف الله متعال بر ما میگه انعام الله موقوف به دو شرط است، نمیشه حاصل بدون ازی. کدام دو شرط؟ و من یطع الله، کسی که اطاعت الله را میکنه، فرمان الله را میپذیره، به نظام الله تسلیم میکنه خدا. و الرسول، اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه، در عملی کردن از او مطابق نقشه پیغمبر. فاولئک، اینمی مردمایی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، نظام الله را عملی میکنه مطابق نقشه پیغمبر، این مردما مع الذین، امرای کسانی هستند انعم الله علیهم که الله سرشان انعام کرده، نعمت کامل برشان نصیب کرده، کمال ایمان برشان الله نصیب کرده، دین برشان نصیب کرده، قبولیت دینشان ایمانشان هم الله نصیب کرده. کدام هستند مردمان؟ من النبیین، انبیاء علیهم السلام، و الصدیقین، کسایی که دعوت انبیاء علیهم السلام در درجه اول، در مرحله اول تصدیق کرده، محکم تایید کرده. و الشهداء، مردمایی که دفاع زمی دعوت میکنه. و الصالحین، و مردمایی که در تمام امور تابعدار است، نمونه عملی پیغمبران علیهم السلام در زندگی خود پیش میکنه برای مردم. و حسن اولئک رفیقا، خیلی خوب است این میطور طایفه ها برای همنشینی و از اینکه انسان او را رفیقی خود بسازه. قطعی از او سر و کار داشته باشی. قطعی نمیطور چهار طایفه انسان باید سر و کار داشته باشه. یکی خود قطعی یک چهار طایفه سر و کار داشته باشی، خب رفیق است. دیگه ذالک الفضل من الله، وقتی که الله سری تو انعام بکنه قطعی یکی از چهار طایفه حرکت کرده باشی، احسان است از جانب الله متعال.
این درجه عمل نیست. الله سرت احسان کرده. این گپ عادی نیست که هر کس حاصل کنه. الله برات فضل و احسان کرده. و کفا بالله علیما، کافی الله از روی علم. علی میبینه که قدم ده کدام درجه گذاشته، چقدر نیت داری، چقدر اخلاصمندی و صداقت داری، و الله معلوم میشه. قرآن کریم پیش گفت اطاعت پیغمبر، عمل به حکم پیغمبر سبب هدایت صراط مستقیم است. آلی شرطا را بیان میکنه. در هر دعوت حق 4 طایفه ضرورت داره. بدون 4 طایفه دعوت حق پیش نمیره. هر انقلابی واقعی که پیدا میشه 4 طایفه باید موجود باشه که واقعا در ثمر برسه. اگر این 4 طایفه نباشه در ثمر نمیرسه. اول نبیین دعوتگرا هست. هر گپ حق باید دعوتگر داشته باشه. اگر دعوتگر نباشه گپ حق موجود باشه، گردا و غبار سرش افتاده آخر گم میشه. امروز سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم کلش گم شده، کس ظاهر نمیکنه شه. از امو خاطر برش سنت بدعت معلوم میشه. بدعت سنت است. بدعت ها به پیش مردم عبادت است، اما سنت در پیش مردم برآمدن از دین است. اگر پس از نماز به هیئت اجتماعی دعا نکردی مردم سرت میخیزه قیام میکنه. وای دعا چی شد؟ این را عین دین دانسته و اگر تو نکردی تو را خارج از دین میدانه. نقشه تغییر کرده. سنت بدعت گشته، بدعت سنت گشته. کی امیر گرد و غباری امی سنت دور میکنه که به مردم واضح شود که سنت اینمیسته؟ رای پیغمبر کی واضح میکنه؟ مولوی صاحبای ما نشسته است، از حکمت کار میگیریم. حکمت از یاد 20 سالم در امامت در آخر نمیرسه. حتی یک بدعت هم از بین بردن نمیتونه. و برادر تو خو 20 سال شد علی، اگه این کار بکنیم تو علی وابی نمیگه. چرا که امتحان تدادی علی؟ تو خو معتمد شدی، مردم سرت بیخی اعتماد کرده، علی چرا عمل نمیکنی؟ سنت و بدعت از بین نمیبری. ابلیس لعین یاره اینمی قسم تعلیم داده که نه از حکمت کار میگیریم. ما شخصی را میشناسم که 20 سال در مسجد تیر کرده و عالی هم به هیئت اجتماعی بعد از سنت دعا میکنه، در حالی که از او کده به درجه پایین یک محصل پانتون است در مسجد امی دعا را به هیئت اجتماعی نمیکنه. همو قدر توان داره، اما این جناب عالم نظر به اونمو دلیل ابلیسی که ابلیس برش پیش کرده که از حکمت کار میگیرم، این بدعت محوم نکرده. خیر کی موقع برات میاثر میشه که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تو عملی بکنی؟ سنت رسول برای خود یک پیکار کار داره. دعوتگر گپ حق دعوتگر کار داره. از امو خاطر انبیاء علیهم السلام اولین دعوتگرای گپ حق است، پیام حق هستند. بعد از او به کی ضرورت است؟ تایید کننده ها. در مسجد یک کسی که عمل کرد کل مردم یک طرف است. در عین حال یک نفر بخیزه گفته برادر چرا میگه پا میزنی؟ مثل که سر می آتش شیر انداخته آب. یک نفر پیدا شود، امی یک نفر گپ اظهار کنه. قرآن کریم که بحث رجل مؤمن نمیکنه. در اونجا که در موسی علیه السلام دویده می آمد، در عیسی علیه السلام که رجل حبیب نجار می آمد، خبر داره؟ و چرا اینقدر اهمیت داره قرآن واقعشان ذکر میکنه؟ در این طور موقع تایید پیغمبرها را کرده که اون موقع بسیار خطرناک بود و این آواز خدا بلند کرده. در مساجد وقتی که گپ حق میشه خدا آرام نمیگیره. او واقعا موحد قوی نیست که اونجا برادرش تهدید میشه سر حق، لیکن این قرار خدا گرفته. بخیز برش بگو که مردم چرا؟ چی جرم داره؟ زنا کرده، دزدی کرده، غصب کرده، بگوی رفع الیدین کرده، بکش. اول کتابای حدیث بسوزانی که رفع الیدین بیخی دیش نباشه، یا بکشی و حدیثا را از پیشش، بعد از باز به قطما بشینی تو تاییدش بکن. این بسیار رول مهم داره در پیشرفت حق. تایید کننده ملا عالم نمیتونه مسائل خدا بیان کنه تا که یک نفر مقتدی در پالیش پیدا شه و او را تایید بکنه. پیغمبر علیه السلام آواز خدا بلند کرده نمیتونست تا وقتی که ابوبکر رضی الله عنه در پالیش استاد شد گفت رسول الله بیان کن. اما تصدیق میکنم. اینطور مردم از صدیقین میگه. صدیقین و کسایی را میگه که نقشه پیغمبر در اول مرحله تایید میکنه بدون چون و چرا. تایید کردن تنها به قول نه، به عمل هم به زبان میگه که بله حق است، اما مطور عملا قطعش استاد است. حالات ابوبکر رضی الله عنه را مطالعه بکنی زندگیشه که به خاطر دعوت دین و به خاطر دفاع از سخنهای پیغمبر علیه السلام چقدر تکلیفا و رنجا را کشیده.
امروز اگر اهل تشیع چیخ بزنه که علی رضی الله عنه اینطور است، در یک روز خدمت ابوبکر رضی الله عنه در مرحله اول که آواز حق بلند شده بود، روزی که کسی هم با پیغمبر استاد نمیشد، ابوبکر رضی الله عنه استاد شده بود و اینقدر لط خورد که زوف کرد ابوبکر رضی الله عنه. تو را برابر میکنی قطع از او، از انصاف کار بگی. در روز اول علی رضی الله عنه بچه خورد بود، پسان به صدها نفر مسلمان شده بود، حکومت جور شده بود. بعد از او در سن بلوغ رسیده، یک ده بستر خو کردن، پیش از پیش پیغمبر برش گفته بود که برای تو چیزی ضرر نمیرسه، به ذریعه وحی برای پیغمبر معلوم شده بود. ده بسترش خواب کرده او هدف نداشتن که دیگه کسا را مردم بکششه، کل هدف سری پیغمبر بود. مشقت کسی کشیده که پیغمبر قد خود گرفته، همکاریش میکنه، میبرشه، شطوری خود برش مرکب جور کرده، چوپان خود برش شوالگیر جور کرده، رمی مال خود برش شیر دهنده جور کرده، خودش امریکا به هم سفر است. مفت خو نیست. ابوبکر با تمام مال و جان مکمل قربان پیغمبر است. تو یک علی رضی الله عنه را بچه کاکاست، داماد است، قطع ابوبکر رو در برابر میکنی. از او خاطر عقیده اهل سنت والجماعت است که بعد از پیغمبر علیه السلام مرتبه از کیست؟ از ابوبکر رضی الله عنه است. قرآن هم صدیقین میگه. بعد از او شهدا دعوت حق پیش نمیره، فداکارا کار داره. فداکارا یک نفر تایید کرد، دیگه نفر گفتم علی میکنیم، از کسی نمیترسیم. عمر رضی الله عنه از جمله شهداست. خیست گفت یا رسول الله گپ حق است یا نه؟ آزان گفت علنی شود، بس میبریم در میدان بان که کشته شویم. گپ حق است. دعوت حق و دین حق بدون شهدا پیش نمیره. شهدا کسانی هستند که واد دفاع از دین میکنه. صدیقین طایفه است که در میدان علم در درجه کمال میرسه. شهدا کسی است که در درجه عمل در درجه کمال میرسه. نبیین و صدیقین هر دو طایفه در درجه علم در میدان علم در درجه کمال رسیدن. شهدا و صالحین کسانی هستند که در عمل. چهارم طایفه صالحین است. امین نمونه حق کی نگاه کنه که مردم ببینه که اینی حق است، اینه میره صالحین میگه که سری دین حق، سری دعوت حق عمل میکنه، عملا به مردم نشان میده. آیا میتونیم با یکی از این طایفه ها از یکی از این طایفه ها شمار شویم؟ پیغمبر خوش شده نمیتونیم، اما تایید کننده شده میتونیم. یک گپ حق یک کسی در یک جای میزنه بالکل قطش دست بالا میکنه که بله. شهدا شده میتونیم دفاع میکنیم از پیشش، خود عمل میکنیم، صالحین جور شده میتونیم. اما امروز اگرچه پیغمبر شده نمیتونی، خب وظیفه پیغمبر پیش برده میتونی. دعوت حق در دست بگی، مردم دعوت بده. وارث پیغمبر هستی، الله متعال بری تو درجه بزرگ میده. اگر تو خواری و محنت بکنی 4 درجه برات حاصل میشه، در 4 درجه تو شامل شده میتونی. اما ما در کل زندگی خود در 1 درجه هم خود نمیگیریم. نه دعوت میدیم به گپ حق، توحید گپش گنگ است، نه تایید میکنی میره. خب مردم خود دعوت به رفع الیدین سنت رسول الله ندادی، لااقل وقتی که کسی آمد از پیش سوال کرد که هست یا نیست، تایید خوب بکن. لیکن مردمی هستن که تایید هم نمیکنه. سوم دفاع خوب بکن، مردم خیست و بچه را لط میکنه، نه هنوزم تحریک میکنی مناسب. 3 صالح باش، عمل خود سرش بکن، گوی عمل هم نمیکنی. از 4 طایفه الله متعال تو را بیرون کرده، از 4 طایفه. تمام نداشته باش که الله سرت انعام بکنه. انعام مورد انعام الله نیستی، چرا که مورد انعام الله 4 طایفه است. او در این طایفه ها وقتی رسیده میتونیم که و من یطیع الله و الرسول، که اطاعت الله را میکنه، از پیغمبر را میکنه، او یا مخالفت پیغمبر را میکنه. مخالفین پیغمبر این انعام سر شوا مرتبه و درجه زمانی حاصل میشه که انسان تسلیم الله و رسول الله باشه، واقعا تسلیم باشه، با زبان نه. منافق خوبه گفت، لیکن عملا اونه فیصله خدا در پیش کعب ابن اشرف یهودی میبرد. یهودی در پیش پیغمبر میآورد. شرم نیست؟ شرم نیست؟ کافرای امروز میاد کارای عمل منفعی ما را میکنه، چا بکن، سرک جور کو، کلینیک جور کو، مکتب جور کو، سربند جور کو، برق جور کو. اما مسلمانای ما چی میکنه؟ دیگاره پخته کنی، دیگاره. شکم پرستا، این شکم پرستا
شرمت نمیه، خجالت نمیه. کافر رای پیغمبری تا گرفته او تو رای نعوذ بالله شیطان و شکم پرستا را گرفته، شرم و خجالت نمیکشید این مورد و از انصاف کار میگیره، حق تلفی کسی را نمیکنه. از امو خاطر است الله متعال ظالم نمیمانه، ظالمه ولو که مسلمان باشه، کافر باشه خو ظالم نباشه میمانه شه. امروز ممالک اسلامی ظالم نیسته، امو قانون وضعی خودشان، امو دموکراسی لعنتی خودشان برش پابند است. فقط چیزی قانونی که جور شده مطابق از او قدم خود و طرف نمیمانه. اما برای تو الله قانون روان کرده، تو مسلمان به ضد قانون اسلام حرکت کرده رویستی دیگه، الله تو را عزت بده. از همون خاطر امروز مسلمانان در هر جای ذلیل است، حکومتای کفری سرش تسلط داره. خلاص چرا؟ به کتاب الله و سنت رسول الله عمل نمیکنه.